درود به کل هواداران ورزشی بزرگ. این برنامه ترانسفر در عمل است که به 72مین بار از بزرگترین مطلب‌های ترانسفری را منظورتان می‌کند. پس از کنسرت غیرنوبتی میونخنیا در لیگ قهرمان‌ها، دیگر سر و صداهای ترانسفری اطراف بازیکنان بارسا زیادند و بیشمار، ولی ما را لازم آمد تا نخست از تقدیر آینده رونالدو حرف زنیم. پس از آنی که ژورنالیست گیلیرمو بالاگه میگوید که اگنت رونالدو مزاجش را تا به بارسلون هم پیشنهاد کرده است. احتمالاً که رونالدو از تورین میرود و تنها نقطه اخیری گزارش را معین کردن ضرور میآید. معلومات مذکور در اختیار ژورنالیست گیلیرمو بالاگه پیدا شده است و او هنگامی برآمد در رادیوی BBC از چنین خبر پهن نمود. با قول بالاگه، اگنت رونالدو مندش با چندین باشگاه به علاقه برآمده از اظهار ترک دسته نمودن رونالدو سخن کرده است و چنین دسته‌ها به مانند بارسلونا، PSG و چند باشگاه MLS میباشند. اما با وجود این، انجام دادن گزارش احتمالی رونالدو از حساب معاش بزرگ داشتنش مشکل خواهد بود. مشکل است گفتن که کدام دسته به مثال یوونتوس برایش 23 میلیون یورو در یک سال پرداخت میکند و از جانب دیگر با آمدن پیرلو به یووه چنین خبرها به مراتب کم شدند. هرچند که در موسم 19-20 رونالدو با یووه سری آ را به دست آورد، ولی باخت یوونتوس در فینال جام ایتالیا، شکست در سوپر جام این کشور و حذف شدن از لیگ قهرمان‌ها در مرحله 8 نهایی وضع کریستیانو را در ملک تورین نامساعدتر می‌سازد. در ادامه سخن‌های ترانسفری سر رونالدو باید علاوه نمود که یوونتوس نام رونالدو را از روی خط بازیگران فروخته نشونده تازه نموده تیار است که بر عوض 60 میلیون یورو فروشد. نخست مالک یووه اندریا انیلی اظهار نمود که رونالدو هیچ کجا نمی‌رود، ولی بهر خلاصی یافتن از معاش بلند کریستیانو رفتنش هم از احتمال دور نیست. دیارو سپورت اسپانی با اقتباس از نشریه ایتالیایی TMV خبر داده است که در یووه به طور پرینسیپالی از روی خط بازیگران فروخته نشونده دست کشیده میتوانند با کریستیانو هم خیر و خوش نمایند. در چنین رفتار PSG از وضع فعلی اطراف رونالدو به طور جدی نظارت میبرد. از رفتن احتمالی رونالدو اگر در تورین توی سور برپا کنند، ولی انیق معلوم است که از رفتن مسی در کاتالونیا متهم می شود. در این میان باید گفت که مسی به رهبریت بارسا گفته است که از دستم می رود. سرچشمه چنین خبر ژورنالیستی می باشد که اول درباره گزارش نیمار به PSG نوشته بود. کلین به قول رسانه‌ها این نوبت خیلی هم جدی است. آرژانتینی دستان 33 ساله در خصوص رفتن از کامپ نو به رهبریت نیلونرو گفته است و این قرار البته که پس از نتیجه مدهش دسته در بازی اخیر و راهبری نادرستی باشگاه می باشد. به طور دیگر بگیریم، 23مین مرحله چهارک نهایی برای مسی در لیگ قهرمان‌ها اخیراً با کلانترین باخت بارسا در 77 سال انجام یافت و محض همین باخت 2-8 از باواریا کل قهر و غضب مسی و چنین حالت ناگوار و اطراف دسته کاتالانی سازمان داده بود. یکی از منیجران بارسا که با مسی خوب شناس است در مصاحبه به اسپورت اینتراکتیو به شرط افشا نشدن نامش گفته است که هیچ وقت مسی را با چنین قرار جدی ندیده است که عین حال آماده است که از باشگاه می رود. برای حفظ نمودن لیونل در کاتالونیا، رهبریت تیم باید که در پیش سروان دسته لایحه بزرگ ورزشی را بماند. در این مورد خبررسان برزیلی مارسلو بخلر میگوید نفری که باری نخست در خصوص گزارش نیمار از بارسا به پاریس نوشته بود شرطنامه کاری مسی باشد با جانب نیلوناری تا ماه یونی سال 2021 مهلت داشته. حق خریداری مسی در آن 700 میلیون یورو نوشته شده است. او میتواند الکی در ماه ینور 6 ماه پیش از انجام مهلت در خصوص قرارداد با تیم‌های دیگر گفت و شنید نماید. نامزدی اساسی برای خریداری مسی تا حال تیم اینتر بود، ولی از این پس منچستر سیتی را هم به این روی خط میتوان شامل نمود. در ادامه سخنان لیو الکی در شهر میلان خانه هم خریده است که نزدیک به آفیس کاری تیم اینتر می باشد. ولی در این میان میرور می نویسد که سیتی آماده است که بر وضع دیل خو مبلغ مسی را به دست آورد. در تیم منچستری برانند که در قیاس به دیگر باشگاه‌های برای آنها خریداری مسی آسان‌تر خواهد بود و این هم از مناسبت عالی سرمربی من سیتی با مسی می باشد. همسایه کشور روسیه غیر فوتبالی در ورزش رقم اول طوری رشد کرده است که دستپرورانش را تیم‌های توپ اروپایی به مراتب طلبگار می‌شوند. با قول دیمارسو این نوبت اینتر و روما نسبت حمایتگر منتخب اوکراین چشم علا کردند و این هم
ویتالی میکالنکو میباشد. مقصد اصلی دست‌ها پرقوت کردن قنات چپ خط حمایه بوده. خودی میکالنکو عین حال 21 سال دارد. این نفر دستپرور تیم دیناموی کیو بوده. از سال 2017 این جانب در هیئت اساسی تیم پایتخت کشور اوکراین برآمد میکند. ویلیان باشد با خط سیری معین کرده همشهریش دیوید لوئیس مهاجرت داخلی لندنی نموده دسته چهارم انگل را با تیم هشتم عوض نمود. با قول سامانه رسمی توپچیان این برزیلی با آرسنال شرطنامه 3 ساله امضا نموده در تیم آرتتا تحت رقم 12 برآمد میکند. در صف چلسی باشد ویلیان 7 سال اخیر میدانداری نموده تا آمدنش به تیم ابراموویچ در صف دستای انژی داغستان، شختار اوکراین و کارینتیانس برزیلیا عرق جبین ریخته است. لئونید سلوتسکی ناراضی از کار داوران در فوتبال روسیه که عین حال در روبین قشاق کار میکند اخیراً یک ترانسفر خارجی انجام داد و این هم نیم حمایتگر منتخب کره جنوبی خوان ایمباما می باشد. فوتبالبازی نامبرده از تیم ونکوور برای عوض 2.5 میلیون یورو خریداری شده. طبق معلومات سامانه رسمی روبین قزان با کره‌ای شرطنامه 3 ساله بسته شده است. در فضای فوتبال انگلیسی باشد در خریدارها چون پیشتر چلسی فعال است و این تیم باز هم از نیت‌های خریدکنی نوش اعلان کرده است. در این میان ژورنالیست مستقل دریک آلیری خبر داده است که چلسی با لستر در خصوص خریداری بن چیلول به موافقه رسیده. برای این فوتبالباز لندنی‌ها 72 میلیون یورو پرداخت می‌کنند که با وجود علاوه پول‌ها حجم گزارش به 86 میلیون یورو می‌رسد. در این میان لیورپول باز هم شکایت از بیپولی نموده نمیخواهد که برای تیاگو الکانتارا 30 میلیون یورو پرداخت نماید. قرارداد کاری این اسپانی باشد با باواریا ماه یونی سال 2021 به انجام رسیده. کارها در خصوص شرطنامه کاری با مرسیسایدو الکی درست شده است. اما جانب انگلیسی با مقصد صرف نکردن پول زیادتی خواستار تابستان آینده به پول گرفتن تیاگو می باشد. در این باره خبررسانی گاردین فابریسیو رومانو اطلاع داده است. چون این استراتژی البته مهم است ولی نشود که به مثال ورنر پولداران در فرصت‌های اخیر تیاگو را از چنگال کلوب ربایند. در چنین صورت انیق است که یورگن هم به مثال مسی قصد رفتن میکند. پس از آنی که ستین پس از انجام گوچرانی وارد کامپ نو گردید و ساری در گذشته مشغول به بانکداری هم به تورین دعوت کرده شد و اخیراً نه فرمر و نه بانکداری پرسیگار از حوزه رهبری مسی و رونالدو نبرآمدند. همان زمان استراتژی گسیلکنی ساری و شیار ستین اوت هم عملی شد. ولیکن تا کجا کفالت است که خواه احتمالی و پیرلوی به تجربه از حوزه تنظیم نتیجوی در این دو تیم بزرگ برآمده میتوانند. ولی یک چیز الکی انیق است که تازه‌کنی هیئت از بازیکنان نالازم در بارسلونا الکی اعلان شده است. ال موندو دیپورتیو میگوید که راهبران بارسا در کامپ نو غیر از مسی، ترستگن، دیونگ و پوچو فاتی جوان برای 17 بازیکن دیگر هیئت اساسی اعلان فروش باز کردند ولی هیچ باور نمی‌آید که کل آنها همین تابستان از دسته جواب داده می‌شوند. در این میان موسیقیچیان از وردر بازیگری با استعداد منچستر یونایتد تخیت چانگ را به اجاره گرفتند. وینگری نامبرده موسم آینده را در برمن گذرانیده الکی در تیم نوش رقمی 22 گرفته است. در وطن رونالدو باشد بنفیکا با خریداری 3 بازیگر نو بازار ترانسفری را ترک کند. عقابان نخست سابق بازیگر تاتنهم یان ورتونگ را چون فوتبالباز آزاد دعوت به تیم نموده. سپس حمله‌ور مرکزی فرایبورگ لوکا والشمیت را برای عوض 15 میلیون یورو و وینگر گریم اورتون را برای عوض 20 میلیون یورو خریداری نمودند. در فرجام برنامه امروز گفتنی هم که طبق آوازهای احتمالی از گزارش فوتبالبازان رسانه‌ها عثمان دمبله را تا حال به منچستر یونایتد بردنی‌اند و الوارا ماراتا باشد کامبک به یوونتوس انجام دادنی است، در حالی که ارتم زوبا را آوازها باز هم به بشکتاش میبرند و اینجا با شما خیر میگوییم. تنسیت بمانید.